دیگر قربانی در مذهب جمهور، در مذهب شافعی، امام احمد حنبل، مالک و دیگر اهل ظواهر سنت مؤکده است. اما در مذهب ما و شما حضرت امام اعظم مذهبش حکم قربانی را واجب گفتن. حضرت حکم قربانی را واجب گفتن. قربانی کردن برای کی واجب است؟ قربانی کردن واجب است برای همون انسان‌هایی که، برای همون بنده‌هایی که البته پول و مالشون به نصاب زکات رسیده باشد. اگر به نصاب، یعنی که نصاب امروز $800 است، اگر به $800 رسیدگی باشد، شرط نیست که فقط همین $800 نقد هم نداشته باشد. در خاندانش چند قدر 10-15 قالین داره بیکار ایستادگی، در خاندانش غیر و با دیگر چیزها دارد، تلویزورها دارد، در اوجت یعنی که ظرفها دارد که همه قیمت شکر به $800 برسد، قربانی در گردن یه واجب میشه. بغیر یه مثلا خانه هایی دارد در روی استقامت نمیکند، اینها حساب میشوند. قربانی در گردن همه خیلی انسان واجب میشود. حکم قربانی واجب است. ترک قربانی سبب اسم است، یعنی گناه است. اگرچه که در دیگر سنت مؤکده باشد، اما در مذهب امام اعظم واجب است که ترک واجب گناه است، سبب گناهکاری می شود. قربانی دیگر مسئله همین که از چی می شود؟ قربانی از گاو، گوسفند، بزم می شود، اشتر می شود. اما شتر که در جاهای ما و شما نیسته، یعنی که فقط گاو، گوسفند و بز از همه قربانی کرده می شود. بغیر از شتر و گاو و گوسفند و بز دیگر قربانی دیگر حیوانات نمی شود. مثلا از شکار کنه اگر یکان آهو را بیاره قربانی نمی شود، آهو باشه نمی شود، بزی کوی باشه نمی شود. و یا اینکه مثلا اسپانی باشد، اسب هم قربانی نمی شود، فقط گاو، گوسفند، بز. البته که در ملکای خودمون شتر نیست. دیگر سین و سالشون فرق دارد، یعنی شتر 5 سالگی را تمام کرده باشه و به 6 قدم مونده باشه، 5 ساله. گاو 2 سالگی را تمام کرده باشد، اگر 1 ساله و 1.5 ساله باشد اگر او قربانی نمی شود. اگر چند ثروتمندان امروز هستند را اهمیت بدن که اگر به شرطی که اون از 2 ساله پایین باشد او قربانیش درست نمی شود. 2 سالگی را تمام کرده باشد و قدم به 3 گذاشتگی باشد. و دیگر چی؟ بز و گوسفند 1 ساله باشد، بز و گوسفند 1 ساله باشد. بابای مقسوم با پیش بیارین، صف پیش به ایجا بیارین. بابای مقسوم با پیش به صف پیش بیارین. یه خالی کنین جده. بز گوسفند باشد 1 ساله را تمام کرده باشد. اما اگر گوسفند باشد برای باشد که 6 ماهه یا 8 ماهه باشد که برابر 1 ساله ها اگر فربگیش برابر باشد، 6 ماه و 8 ماه هم که باشد اورانی می شود. در حالتی که اون چی باشد که از دور ببینیش با 1 سالگی، یعنی که 1 ساله ها برابر باشد. مرحمت. از این اگر کمتر کی باشد جایز نمیشود، قربانی درست نمیشود. این سین سالش و از کدام حیوان میشود. و سوم مسئله کی قربانی میشود. قربانی البته که مردم شهر بعد از نماز باید که قربانی هاشون رفته ذبح بکنن، بعد از نماز عید خواندن. اما در روستاها، یعنی در جاهایی که مثلا که دیهات هستن، قشلاق‌های دور هستن که در اونجا نماز عید نیسته، در اون حالت برای اونها صبح که دمید نماز بامداد که خون میتونه که قربانیش ذبح کنن. اما در شهر فقط بعد از نماز. اگر قبل از نماز هم که قربانی بکنه قربانیش درست نمیشه، مهنتش بیفایده میره. پیش نماز عید ناخوانده اگر همون گاو باشد یا گوسفند باشد ذبحش کنه قربانیش درست نمیشه. به خاطر که خداوند جل جلاله در سوره کوثر امر کرد که استعذ بالله و پیش بی. در سوره کوثر خداوند جل جلاله امر کرد که استعذ بالله انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. فصلی لربک وانحر انا همین حکم خداوند جل جلاله است که فصلی لربک. اولا اینه که برای خدا نماز بخون، نماز عید بخونه
بعد از آن وانحر گفت، یعنی که بعد نماز خواندن نحر بکن، قربانی میکنم. البته که قربانی کردن، خون ریزاندن، این چی است که شرط است، یعنی که او را پیشانه همون مذبوح باید به طرف قبله بگردانی. یعنی که سالهای پیش ما میفتن که به طرف قبله میگرداندن، بعد همون خون به فشار میکنن. خون خودش حرام است، خون حرام است، در کجای برسه به نماز میکنن. خون به طرف قبله نه، بلکه پیشانه همون چیزی که ذبحش میکنیم به طرف قبله بیاید جایز است. دعاهای او را قربانی را که اگر نداند، همون قربانی کردگیش صحیح میشه، درست میشه. اما دعاهاش اگر که بدانم بگه بسیار خوب است، ثواب است. اگر به لفظ عربی هم که نداند، به همون فارسی و تاجیکی هم که بگه درست میشود. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی میکردن. حدیث در صحیح بخاری، در مسلم هم است، امام بخاری امام مسلم هم این حدیث روایت کردن. راوی حدیث انس بن مالک رضی الله عنه است که میگه و عن انس کان ضحى صلی الله علیه و سلم ضحى بکبشین املحین اقرنین موضوعین سمى الله و کبره. که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر عید اضحی، یعنی در عید قربان، 2 تا قربانی میکردن. یک تا به نام خودشان میکردن، یک تا دیگه برای امتی ضعیفش، برای همون امتان ضعیفه که مسکینه که از قربانی کردن عاجز هستند، در حق اونها هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی میکرد. امروزه انسان هایی که خداوند جل جلاله با او ثروت عطا کردگی است، دولتمند ثروتمند هستند، 2 تا قربانی کنن. البته یک بز یک نیم کاله رو نیارن قربانی گفته از گردن است. نه، قربانی را چقدر عاشقانه بدل صاف بکنی. چنانچه ابراهیم علیه السلام در راه خدا فرزند خودش دست پاش بست، کار به مکش گذاشت. فرزند خودش، حالا که گوسفند بز چی است؟ ثروتمند باشد، سنت پیغمبر را بجا بیارد، 2 تا قربانی کند، یک تا به تن خودش، یک تا دیگه در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یا این که در حق میت هم که قربانی کند جایز میشود. فقط فرقش همین است که اگر در حق پدر یا مادری مردگی باشه، گذشتگی باشه، از تن او قربانی هم که کنه، ثواب قربانی به روح او رفته میرسد. اما اگر اون پیش از مردنش وصیت کرده باشه که از پول من قربانی کنه، در این حالت قربانی که کردن باید که همون گوشت به فقیر مسکین تقسیمش کنن. البته دیگر قربانی کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انس روایت کردن، کبشین گفته 2 تا قشقار قربانی میکردن پیغمبر، املحین که کبودی به سیاه نزدیک بود، همون رنگ همون قشقارها، اقرنین که شاخدار بودن، موضوعین که فربه بودن. یعنی قربانی را چقدر عاشقانه بدیل حساب گوسفند فربه با قوتی، یعنی که شاخدار سالم قربانی کنی. اگر قربانی اجفا ارجا، یعنی که لاغر خراب نیمکاله باشد، و قربانی ها درست نمیشد. مثلا که گوش از 3 یک حصهش بریدگی باشه زیاده تر، اگر گوش همون قربانی از 3 یک حصه زیاد بریدگی باشد و قربانی درست نمیشد. یا کور باشد و قربانی هم درست نمیشود. گاو یا گوسفند کور باشد قربانی درست نمیشه. یا شاخهاش هم شکستگی باشد، اگر شاخهاش شکستگی باشد از وی او قربانی هم درست نمیشه. اما گوسفند یا بزی که همون تا مادرزاد به شاخ هستن، کلبز یا کلگوسفند هستن، او را قربانیش درست میشه، او درست میشه. اما اگر شکستگی باشه علاقه نقصان است، درست نمیشه. یا که یک پاش شل باشد، اگر او قربانی درست نمیشه. اگر بشرط به 3 پاش برو یک تاش در زمین مانده نتونه، او قربانی درست نمیشه. اگر بشرطی که پاش در زمین مانده، پای سیم شنه بمونه، راه گشته بتونه، ایره درست میشه، جایز میشه. دیگر خراب باشد که قوتی نداشته باشد که بجای همون آخرش راه گشته بتونه، این قربانیش درست نمیشه. اما خراب باشه که راه گشته بتونه و دو تاز کرده بتونه، او را قربانیش درست میشه. یعنی که هر چقدر قربانی ها سالم، بی نقصان و بی عیب باشن. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب فرمودن که الضحایا تمحو الخطایا، الضحایا تمحو الخطایا،
قربانی های شما خطاهای شما را نابود میکنند، محو میکنند. انسان البته که بی سهو، بی خطا، بی گناه نیست، اما در روز تشریق، در روز عید، بهترین عبادتی که به دربار خداوند جل جلاله قبول میافتد همین قربانی کردن است. همین قربانی کردن بهترین عبادت است. الضحایا تمحو الخطایا، خطاها و گناه ها را کفارتش می شود. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز فرمودن که الضحایا تدفع البلایا، قربانی های شما بلاها را دفع میکنند. قربانی های شما بلاهایی که به اون خاندان می آمدگی باشد، او بلاها را دفع میکنند، او بلاها را نیست میکنند. از این رو برای قربانی کردن باید که یگان سستی و تنبلی و یعنی که این چیزا به خود راه ندهیم. هر کسی را که مالش اشیایی که او دارد به نصاب رستگی باشد، به مقدار $800 باشد، او باید که قربانی ها را ادا کند. دیگر که قربانی را وقتی که کرد، بعضی عقیده ها هست که 1 سال که قربانی کردی تا مردن تا در گردن واجب است که 8 سال قربانی کنی. نه، این گپ خطا است. قربانی کردن اسلام امر میکند برای کسی که برای او واجب است، یعنی اما اشیای داشتگیش یا پولی داشتگیش به مقدار $800 رسیده باشه، برای همون واجب است. این سال که دستش میرسه قربانی میکنه، سال آینده که دستش نارسا باشه قربانی در گردن یا واجب نیست. این خیلی گپ نیست. دیگر قربانی را بعد کردن، سالهای پیش هم که میشید میگفتن همش باید که برای صدقه کردی خودت چی نخرید. این خیلی هم نیست. قربانی را امام اعظم، اهل فقها، مسئله‌چی ها گفتن که مستحب است که او را 3 تقسیمش کنی. همون قربانی کردگی را 3 تقسیم میکنی. 1 حصهش گرفته در خانت میمانی برای خط زن و فرزند تا. 1 حصه دیگرش در دیگ میاندازی برای چی؟ مثلا مهمانای می آمدگی میخرن، برآمده رفتن میگیرن. 1 حصه دیگرش به فقیر و مسکین تقسیم میکنی. یعنی که 3 تقسیمش میکنی. 1 حصهش به فقیر و مسکین یا خیش تبار داری یا همسایه داری که فقرا و مساکین هستن، به همه تقسیم کنین. بس از این دیگر ثواب دیگر چی است؟ بهترین ثواب همین است که او فقیر و مسکین دستش نمیرسه گوش بخره، وقتی که به خاندان او میبری و عید به همون میگذرانه، بسیار ثواب است. 1 حصهش صدقه، 1 حصه دیگرش در دیگ میاندازی روزی عید، آدمای میآمدگی و میرفتگی یعنی از او استفاده میکنن. 1 حصه دیگرش در خاندانت میمونی. اما اگر خاندانی که عیالمند باشد، خاندانی که عیالمند باشد، مثلا کودکی بسیار داره، دختر بچه زیاد داره، خاندانی که هست که عائله کلان است، او میتونه که هیچ کدامش به هیچ کس نده، همش میده کرده، همون روز مهمانای اومدگی و آورده خورده رفتن میگیرن، باقی مونده خودش خطی زن فرزندش خورده میگیره، جایز است. اگر عیالمند باشد صدقه هم که به دیگرها هم نده که همون خودشون قطعی اهل عیالش بخورن، همیان صدقه میشه، جایز میشه، درست میشه. اما بعد از نماز عید خواندن شخصانی که قربانی میکنن اولا باید که از همه گوشت قربانی خودشان بخورن، بعدا دیگر تناول کنن میشه. که در عید رمضان سنت همین بود که مسواک میکنی، لباسی غسل میکنی، لباسی پاک تا میشوی، خواب عطر میزنی، خوشبو میکنی، اولا میخری، بعد به مسجد به نماز عید میوی. اما در عید قربان یعنی که برعکس این است که تا نماز عید خواندن یگان چیزی نمیخری. وقتی که نماز عید خواندن قربانی را که کردی، شخصانی که قربانی میکنن از قربانی خودشون ابتدا هم بخورن بهتر است. چنانچه ابراهیم علیه السلام که به اولی باز همون تاریخ قصه میاییم، وقتی که اون قشقاری که خداوند جل جلاله گفت و فدیناه بذبح عظیم، ما با او یک فدیه فرستادیم، عطا کردیم یک قربانی بزرگ، او را که وقتی که قربانی کرد گرفته آورد. ابراهیم علیه السلام وقتی که آمد، اسماعیل علیه السلام دوان به پیش هاجره دویده رفت. اون حالت بود که هاجره الکی خبردار بود که اسماعیل برای قربانی بردگی بود. اون حالت بود که ابلیس لعین به پیش هاجره مادر من رفتگی بود که ای هاجره تو خبرداری که ایره ابراهیم کجا بود؟ ایره به پیش دوستش نه زیارت نه، بلکه برای کشتن بود، برای قربانی کردن بود.
گفت که خدا امر کرده است. که هاجره رضی الله عنها گفت که هزارها فرزند که داشته باشم فدای امر خداوند جل جلاله باد. وقتی که رسیدن حضرت هاجره به شکرانه دویده پیشواز برآمد، به حضرت ابراهیم پیشواز برآمد، اسماعیل سر و روش بوسی او را به خاندان داخل شدند و از گوشت اون قربانی اولا بریان کردن. ابراهیم و اسماعیل هم از گوشت اون استفاده کردن، تناول کردن. یعنی که بهترش همین است که آدم های قربانی میکردگی از گوشت قربانیشون اولا استفاده کنن. بعدا اون پوست اون قشقاری که قربانی کردگی بودن سالها محفوظ داشتگی بود، حتی پشمی او را تراشیده گرفتگی بودن، یک قبای کردگی بودن که در تابوت سکینه گذاشتگی بود که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون پشمی گوسفند قربانی که خداوند جل جلاله فرستاده بود و جای ذبح اسماعیل، یک قبایی بود که به حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه او را پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکافات کرد، یعنی با او عطا کرد که عمر رضی الله عنه تا با وقتی زنده بدنش او را میپوشید، در همه نبردها اشتراک میکرد. انا همین در باب قربانی و دیگر تکبیر تشریق که خداوند جل جلاله گفت که و ذکر الله ایام المعدودات، یعنی که ذکر کنید الله تعالی در ایام معدودات. همین ایام معدودات یک روز پیش از عیدی یعنی قربان و 4 روز دیگر همگی از روز پنجشنبه تا روز دوشنبه را همون تکبیرهای تشریق یعنی بعدهای نماز فرض ها او را گفتن میگیریم. اما قربانی را پوسته که اگر به شرطی که یگان قصاب آمده او را ذبح میکند و پوستش میکند، پوستی او را فروختن جایز نیست. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک هست که کسی که پوست قربانیش اگر که بفروشد، پوست قربانی کردگیش اگر که بفروشد، لا اضحیت له، او قربانیش درست نشده است. پوست قربانی را فروختن درست نیست. پوست قربانی را نی و مثل همون واری صدقه کنه در یگان فقیر مسکینی برابر. اگر همون قصابانی که باشد و پول اگر قربانی ها را ذبح میکردگی باشد، باید که حقی او را از کیسه برآورده بودی، از گوشت قربانی نه. اولا که شخصی که قربانی داره ذبح میکند خودش به دست خودش قطع قربانی بکند. اگر خودش که قصاب نباشه کشته نتونه، پس میتونه که یگان قصاب باشه، یگان همسایه‌ش، یگان دیگر آدم بیاید او را قربانی بکنه. اگر اجر میگرفتگی باشه اجرش از کیسش برآورده بده، از گوشت قربانی نده. پوست قربانی را نی فروختن جایز نیست، بلکه رو صدقهش کنه برای به یگان کسی دیگه که وقتی که در راه خدا وقتی که فداش کرد که قربانیش کرد، همه اشیای او را باید ببخشه، یا چیز دیگه با خودش نگیره. خب وقتم تمام شد. البته که اعلان ها اگر که بشود بازم اعلان است، اما نشود همین روز جمعه می آمدگی انشاءالله نماز عید می شود بعد برآمدن آفتاب. و در اخیر درجه بابای مخصوم عبدالوهاب که پیر طریقت، یکی از مشایخ مردم ما و شما هست، فرزند ارجمند حضرت بابای داملا خوجه حضور دارن و در اخیر التماس میکنیم که یک دعایی بکنند، بعدا از آن میگیم نماز میخونیم. آمین آمین. آقا پروردگار را این مسئله و مسائل ها، این وضع و نصیحت هایی که کردد خداوند را در نامه اعمالش نوشته، اهل مجلس را خدای تعالی از فضیلت این بهره‌ور گرداند و حرمت این عید قربان که وعده ها کرده است خداوند را مقصداش حاصل گرداند. یا اله العالمین و یا خیر الناصرین برحمتک یا ارحم الراحمین.